اینا خانواده هستند، چند خانواده هستند که بچه کاکا و غیره هستند. اینا تقسیم کردن جهان را. تمام کسایی که احادیث را نوشته کرده، کتاب عیسوی را، کتاب موسوی را، احادیث را نوشته کرده، نویسندگانی از اینا از کجا هستند؟ اکثر فارسی زبان است. نامش عربی به نام صحیح بخاری و ترمذی. اینا خود از اصحاب ایران است. نزدیکترین شخص به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام کی بود؟ سلمان فارسی. سلمان فارسی از کجا بود؟ از اصفهان ایران، از یهودان اصفهان ایران. چطور میتونه چی رقم؟ یعنی سوال است چرا همگی از اصفهان ایران باید؟ جنگ دود جهانی ختم شد، شوروی برلین گرفت، قرار شد که اینا بشینن و جهان تقسیم کنن. در کجا شیشتن؟ ایران شیشتن دیگه. جهان همونجا بشینی تقسیم میکنی به کمپ سوسیالیسم و کمپ کپیتالیسم. بدون خانم نصرت بوتو، خانم نصرت اصفهانی است، از اصفهان ایران است. خودش ولی خانم رئیس جمهوری پاکستان آمد آروسی کرد با ذوالفقار علی بوتو. با قدرت مکمل قدرت پاکستان و بنگلادیش هم اینا از این جدا کرد. کل خاندان پاکستان خاندان بوتو اداره می‌کنه.